اگه میخوای مراحل نصب تخت کمجاچوب رو یاد بگیری با قاسمی و مهرداد صادقی همراه باش. تخت رو از دیوار خریدیم، اونم به صورت جمع شده و خود صاحبش هم نمیدونم چطور بود که اطلاع خاصی از نصب دقیقش نداشت و ما هم الان یه جورایی داریم مکاشفه میکنیم. چیزی که متوجه شدیم اینه که دو تا نوار تقریبا 40 سانتی داریم که باید کنار کار قرار بگیره، یکی اینور یکی اینور، و این ورقا هم باید پشت کار قرار بگیره برای نمای کار که چه اتفاقی بیفته. این یک کمد میشه. در اصل ما داریم الان یک کمد رو مونتاژ میکنیم که بعد تخت خواب و شاسی بیاد درش قرار بگیره و جمع شد بالا. خیلی از کار نگذشته بود که متوجه شدیم این مونتاژ روی دیوار اتفاق نمیفته و بعد کمد رو بخوابونیم رو زمین و رو زمین این مونتاژ رو انجام بدیم. مهرداد چی شد پس؟ این پیچایی که این بنده خدا داده به ما درست نداده، باید یه سری از ایناش برنجیاش کمه، باید بریم بگیریم و بیایم اگه پیدا کنیم. البته اون وقتی با مهرداد داری کار میکنی یا اسکار شاشش میگیره، این دفعه که اون شاشش نگرفته پیچ نداری. تو راست میگی. خلاصه ما رفتیم دنبال پیچ و همون موقع بود که یکی از بچه‌ها تماس گرفت و اومد و زحمت فیلمبرداری رو به عهده گرفت. این فابریک خودش اینجوریه، یه دونه پیچ داره که این حالا یه تشکیلات داخلی داره و ما این مهره رو کم آوردیم. رفتیم الان بگیریم و پیدا نکردیم و تصمیمی که گرفتیم اینه که این پیچ رو جایگزین کردیم که مجموعاً با این کلگیش میشه همین. بالواقع ببینید. حالا کاری که باید کنیم اینو برداریم، اینو از اینجا رد کنیم، این که اومد بیرون اینم بیاریم از این بچسبونیم. خلاصه کمد رو مونتاژ کردیم و چسبوندیم به دیوار. حالا موقع این بود که شاسی و اصل مطلب رو ببریم و نصب کنیم. اینجا نکات خیلی مهمی بود که سعی میکنم باهاتون به اشتراک بذارم. همین دقیقاً همینم درسته. این بعد جکش نه زیرش راحته، بگیر جا بنداز. یه جوری میگه بگیر جا بندازی، حالا میگه ببینم میخواد چیپس و پفک جا بندازه. کج جا نمیره یه ذره بعد. یه طرف بلندتره. وایسا تو پایه رو بگیر. بلندش این وره، بزن این وره جا بندازی. جا بندازی. بچه در جریان که قرار گرفتیم جا انداختیم، ولی بیا جلو یه چیزایی بهت بگم که ببین. اول این قلابا اینجا بود که جا افتاد. حالا نکتهش اینه که این جکشه. خب این جکش لی فشارش زیاده. جمع کنیم از این ورتر حاج مهدی بگی که زاویه‌اش درک بشه. با اینو باید فشار بدیم بیاریم بندازیم تو این. حالا هرچی هم زور میزنیم با ابزارهایی که داریم، با این همه ابزار چیزی به ذهنم نمیرسه. فعلا قفلیم. ببین هر وقت فکرت قفل شد یه 5 دقیقه بشه استراحت کردیم. به نساقای مختلف همه گفتن باید بریم فلان کنیم و بسان کنیم، ولی کلکش در اینه که این تخت وقتی میاد بالا، این 10 سانتی که این جک بلند بود تحت هیچ شرایطی جمع نمیشد، اون خودش برطرف میشه و یک دست میشه. بزن لایک قشنگرو. این کار نهایی شد. صادق جون بکش بیاد پایین ببینم. حاج مهدی آقا ول میشه. یه دور مرد بگی بابا نمیام. بذار بچه‌ها کارو ببینن. فقط یه نکته رو در جریان باشه، دیوارتون باید 90 درجه باشه. ببین الان این دیوار زاویه‌اش 90 درجه نیست، بچسبونیم به دیوار وقتی میاد پایین گیر میکنه. و اینکه اون خود بدنه کمد باید از بالا 2 تا پیچ داره. کجا انداختیم ایناش؟ اینا 2 تا بسته ال از بالا باید نصب. پولش بدم. بغل کجا میدی خب؟ الان نمیره بالا. اون ورش جلو باشه. ببین الان داره میگیره، الان زد چیز کرد. یا بالا دیگه بابا. نه. اون ورش فاصله داشته میشه حل. واسه چی شد؟ ما آهن رو باشه. مهرداد نزدیک بود درز کمد بمونه. مهرداد دوست داری بمونی درزش؟ کمد. یه جوک میتونی برامون بگی؟ مثلا من برم نیفته یه 4 پایه بیارم حالا بعد میگم. سیستم پیشرفته ما برای سوراخ کردن دیوار. اگه میخوای مراحل نصب تخت کمجاچوب رو یاد بگیری با قاسمی و مهرداد صادقی همراه باش. دمتون گرم که با ما همراه بودیم. ما یه گروه بیش فعالیم که کارهای عجیب غریبی میتونیم انجام بدیم. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی و نظراتتون زیر بنویسی واسمون.